سلام و درودی به پایان با کلی مادران و با کلی پدران و همه برادران. خوش آمدین به کانال من دوست مراد شریفов. راستی گپ بسیار در تای کامنتر من نوشتن که درباره مسئله سطر گپ زنیم. سطر اولش ایرویی که ما میدونیم مال ما نیست، همه خلاص. حالا با 100 تا دیگه می نویسن که تو مسلمان نیستی بود، تو ایت ما یگان کس حق نداریم یک کس کافر بگیم یا که نامسلمان بگیم. ما شکر خدا ما تاجیک، ما ملتیم. چیزی که اوچه ما در سرش داشت اینا می بود. ما میخواهم که در آینده اویله ما دختری ما انم خیلی رومال داشته باشن و میخواهم که همه خش و تبارم انم خیلی رومال داشته باشن. ما در ولایت ختلان در دهه سنتوده به دنیا آمدم. در همون دهه‌مان تا به حال مادرای ما هم خیلی رومال میکشن. یک دکتر هم خیلی میتن هم خیلی خوش به حالشون. بهترینش هم میاد، بهترینش. و مردایی که ایسی چیل بالا میشن همین موی سرشون اینجاش ریخت یا که اینجاش کل شد، اینا توقی همون توقی ممکنه که بمونی در همه طرفه. انا مسلمانی حقیقی هم وقتی که توقی حق میمونی نماز کو میخونی و دل تا پاک میگیری، یا کس غیبت نمیکنی، یا کس بدل نیتی بد گمانی بد ای همه بیزب گناهی بد انم گمانی بد ها سطر باور میکنید من اینمی صورت اینترنت گرفتم دیدم باور میگه بوی تاجیکی کرد. باور میگه چند سال بود همین بوی تاجیکی رو دیدگی نبودم. هم قشلاق دم رفتم یگام کمپیرک یگام زنکه کمی دیدیم. هم خیلی قشلاق خدا تمام من تمام دنیا را گشتم شکر خدا. هم بغیر از امریکا دیگه همه جاش رفتم. یگام روسانه دیدم که کرته چکن و رومالی تاجیکی و این همین لباس این همین مدر دیدن همه جا کاش سطر کردگی محکمه بهترین لباس های. یگام روسانه دیدم که ایمو پوشیدگی باشن، یگام افغان ندیدم که لباسی تاجیکی هم خیلی پوشیدگی باشن. یگام کس نمیپوشه رنگی همه لباسای تاجیکی مورا. انا ما جوانای حاضره فقط تقلید اروپا، تقلید دیگه ملت و ما کجا پیش بریم؟ خیلی پیش نمیریم. برای همین ما باید بوی تاجیکی کنیم. کجا بریم؟ تاجیکستان رو معرفی کنیم. ای چی معرفی میکنیم؟ ای لباسمون، ای گپ زدنمون، ای نطقی گپ زدنمون که ما فارسی داریم، زبانی مادری داریم. ای برادرو، این دولت و دولتداری را نه من میدونم نه یگام تای شما. او سیاست دولت ما یگام تا نه حق داریم گپ زننده، نه یگام کس حق نداره که بخزه سیاست دولت گپ زنه. شما چی ها بلاگرها شما مفتخور، ها بلاگرها شما خوگزن، ها بلاگرها شما یکمش که ما بلاگر نیستیم، ما یک هنرمندیم. هم کسب و کار کجایی که بریم همو بنوار میگیریم پیشکش شما میکنیم که شما هم ببینید که عین حال چی گپ شده است در تاجیکستان عزیزمون. اینجا گوشتینه، اینجا بزکشیه، اینجا اوخست، اینجا خیلی شده چی هم بنوار میگیریم. همچو واینر، همچو هنرمندی که هم شما درگیر ما جمع هستین پرپیسچکو، ما همین کارو میکنیم که شما ببینید. من در اساس یک هنرمند خونده بود که من دیپلم هنرمندی دارم، دیپلم اکتوری دارم. و بعد برادرها چی گفتنیم؟ چی شما مورای قباد بینی کده قگپوی قبه میگین که شما آن خیلی کردین، شما فقط خوگ میزنین و نمیگین خیلی چی مورا حلاله میکنین؟ من رنگی تام رنگی من یگم شخ دمی زیوتی نداری. این قمه فورتا حلاله کده خودت برو گپ زگم گپ داری. چی مرا پیشکش میکنی؟ هر کس چه میفهمه دیگه خودش میفهمه. چیزی که من میفهمم ایواز که خوندم خدمت کردم در این وطن 2 سال با تو به حال در بین خلقم خدمت خلق دادیم. چیزی که من میفهمم هم چه نمیفهمی دیگه کار و فعالیت میکنم. ممکن تو دانای بد باشی، برو یک دانای بدی گپ زن. من گپ زدن نمیتونم خیلی گپ برای که عقلم نمیگیره، نمیفهمم اون کارو گپ نمیزنم. چیزی که نمیفهمم گپ نمیزنم. درباره سطر چقدر گپا گذاشته در همین تلفن‌ها خودتون دیدین که پول روشون محکمه کردن خیلی درم هم من یارق زدگی اروج زدگی رفته جور کافونده است یعنی یا رفته این میدونه که توجی که ما دیگه یک زنه که ببینه که جاش محکمه دیگه گم خب شما دیگه گفته پیش میدرونن میبرن
چی کو گپا شده ای تروریست و تروریسم و چی کورو شده او رو ما تو ما این کورو رو عقل مونو میگیره و مردکو در بالا شب روز در نه شب خوان نه روز خوان در درون خلق گشته ایستن او امنیت و این کارو بار کرده ایستن و یا میفهمن ما تو ایده است اونی چی نمیاد همین کامنتر که تو نوشتی که شما بلاگرها خوردن و انا فقط ایتا کردین انا فقط ایتا کردین فقط خوک زدین میگین واقعا من نمیفهمم دیگه با کدام زبان با شما صحبت کنیم برو خب بازم برمیگردیم با سطر سطر یک خیلی میگن که درباره سطر گپ نزدی سطر خودت نمیدونی که چیه سطر از کلمه عربی گرفته شده یعنی معناش پوشاندن پوشیدن یعنی من نمیگم تمام سطر اینا پوچم که لچه سطر ندارم مقصد این سطر عورت گفتنی گپه می محکم میکنی خطا سطر میکنی تمام سطر یعنی پوشیدن یعنی اچکی میمونی اچکی سطر میگم اچکی میمونی چشماتا روشا محکم میکنی یعنی همیای سطر همیای او با میسی تروریستا پاک گیزا محکم کنی هم جاتا محکم کنی هیچ جاتا نبیننی خیلی او درون پر یراق باشد چی کارو کده بگردی همه لباس چی و بعد یک گپ تون میگم برادرای عزیز مقصد این برنامه برای من میگه که ما تاجیکا در آینده بگیم که ما تاجیکیم باید ما فرق کنیم با چی فرق کنیم با لباسمون با هم گلدوزیامون با هم لباسای مادرامون عرب کاری خچ داره افغان لباس خچ داره ایران لباس خچ داره اروپا لباس خچ داره ما تاجیکا هر یک از چی خودش خطیه کنه ما تاجیکا باید لباس خودمون داشته باشیم اگر ما لباس دیگر را تقلید کرده بپوشیم خیلی من اکتیورم من یا هنرمند میکردم تقلید میکنم و میپوشم نکن که ما تقلید کرده دیگه ناتسی ها را دیگه ملت ها را لباساشون رو پوشیم ما را دیگه تقلیدکار هیچ وقت پیش نمیره این رایتون نبرونین ما تقلید کنیم که ما تاجیکا پیش نمیریم برای همین ما باید چیزی که میکنیم ای خودمون باشه خودمون همین سندکاری ایدیم یک از اینمی ساده کردن میفهمونتونه جیمی یا که شاروخان خودش اینمی جده پشتش ده 100 تا پشتش ده رنگی همین شاروخان رقص کردیستین رنگی شاروخان رقص کردیستین یگان تاتون چشمتون هم آدم میش چسبه که در پشت شاروخان کیای تا کی نمیبینید شاروخانه 100 تا در پشت ای شاروخان زور رقص کردیستین نه که ما فقط کی رو میبینیم شاروخان میبینیم اون سطر درجه نمیدونیم که کیای چیان نموشه همین گلاونی رو داخل شورخص کردیستیم انا ما هم باید خیلی باشیم طاقت تاجیک باشیم باید یا خیلی کنیم که تاجیک در کجای بریم بگن ها همین ببینم خیلی لباس مونه همین رومال کشی مولدران مونه همین تاقی مونه ببینم بگن ها تاجیک انا وقت ما پیش میریم برای پیش رفتنی ما باید یک جایه باشیم یک گریبان سر براریم یک خیلی لباس یک خیلی رفتار کنیم باید اینطوری که تقلید دیگه آدم بگیریم و یک گپی که قانون چیزی که قانون میگه خواهی که تنج زندگی کنی غلام قانون باش و در نزد قانون گردنی هر یکی ما و شما به مثل موی سر باید باریک باشه کسی که در نزد قانون سرخم نمیکنه او آدم نیست یا ای عالم نیست و هم تروریست بگیم خطا نمیکنه کسی که قانون در سرخم نمیکنه او تروریست اینا گپی ما چیزی که ما فهمیدیم اینو با شما دا گفتم باقی پناهتون به خدا اینا سطر اول تا آخر ماندم که ببینن که چیه لباسی ملی ما چیه لباسی مادری ما چیه زبانی مادری ما اینا بختون دیدی باقی سربلند و خانوباد